برادری پرسیدن چه کاری کنیم دیگر موسیقی را گوش نکنیم. از خدا بترس، زیاد دعا بکو برای هدایت نفست و همچنان ثابت ماندن بر هدایت و همچنان تلاوت قرآن کریم را زیاد گوش بگی و همچنان موعظه و نصایح علما را زیاد گوش بگی، به خصوص درباره موسیقی و اضرار موسیقی. و همراه این همه کوشش کنی که وسایلی که در خانه برای شنیدن موسیقی داری از خود دور کنی و از خانه خود همچنان دور کنی، از قبیل تلویزیون یا چیزهای دیگری. اگرچند بعضی وسایل حتمی است و انسان ضرورت داره و کوشش کنی که حتی پروگرامایی که داخل موبایل از او طریق موسیقی نشر میشه یا اینکه موسیقی سبب است که موسیقی را گوش کنی، اون همه برنامه ها را دور کو در حدی توان. و از همه مهم ترسی خداوند است که انسان از خدا ترسید همه چیز برش آسان میشه، الله برش آسان میکنه. برادری پرسیدن حکم ایجار خانه چی است؟ مشکلی نداره ایجار خانه و همچنان ایجاری موتر و زمین، البته مال معلوم بوده باشه، پول و یا غله، هر چیزی که میگیره در مقابل باید معلوم بوده باشه. برادری پرسیدن در حالت سجده آیا میتوانم دعاهایی که در قرآن آمده آن را بخوانم؟ بله، کدام مشکلی نداره، میتوانید دعاهای قرآنی را در سجده و رکوع بخوانید. برادری درباره نماز جمعه پرسیدن که آیا داخل خانه ها خوانده می شود یا خیر؟ برادری محترم، نماز جمعه، نماز جماعت، همه از اینها در مسجد یا جای خاصی را که مسلمان ها تعیین میکنن برای نماز جمع میشن در اونجا ادا میشن. حتی نماز جماعت اگر کدام حالتی اضطراری خاصی نباشه داخل خانه، درست نیست که انسان داخل خانه جماعت بکنه بانه ازی که من اینجا جماعت میکنم دیگر اونجا هم مسجدم جماعت است، امی کفایت میکنه. این بانه شده نمیتونه. نماز جماعت در مسجد است یا جایی که اونجا مسلمان ها تعیین میکنه جمع میشه، مسجد ندارن یک جای خاصی را تعیین میکنن، همونجا رفته جماعت میکنه. و همچنان جمعه. اما حالتهای استثنایی خاص است، حالتی که فعلا ما قرار داریم که مرض عام شده و کشورها اجازه نمیدهند که در مسجدها جمعه و جماعت قائم شود. در چنین حالتی اگر یک عده مسلمان ها در یک تعمیر زندگی میکنند، 2 و 5 یا چند نفری، اینها به خود یک جای خاصی را تعیین میکنن، یک سالونی را، یک بالای بامی را، همه جمع میشن با همینجا جماعت قائم میکنن، جماعت های 5 وقت نمازه. باز اینها هم بهتر است که برشان نماز جمعه را نیز اینجا قائم کنن بخوانن. اما داخل خانه اگر چنین میسر نبود داخل خانه خودش، پس در این صورت اکثری علما به این فتوا هستند که داخل خانه نمازی ظهر بخواند به جای جمعه. و عده کمی از علما فتوا دادن که جمعه را هم اگر بخوانه کدام اشکالی نداره، وقتی ضرورت و وقت خاص است. و این مسائل از مسائل اجتهادی است، بالای هیچ یک از اینها انکار نمیشه. هر یک از اینها هر کسی به فتوای اعتماد میکنه و دلش قرار میگیره با ما عمل کنه. چند نفری اگر باشه حتی داخل خانه نماز جمعه را قائم میکنن، بالایشان انکار نمیشه، چون مسائل اجتهادی است. و همچنان کسایی که قائم نمیکنن جمعه را، یعنی جمعه نمیخوانن، نماز ظهر میخوانن، بالای از اونها هم انکار نمیشه. عده بزرگ از علما فتوا دادن و در این باره گفتم حدیث خاصی برای من و برای همچنان ادا کردن نیامده، چون حالت خاص است، حالتی خاص است. اگر این حالت نباشه باز درست نیست که داخل خانه جماعت را قائم کنه، نه جمعه را نه جماعت، هیچ کدامش درست نیست قائم کنه، باید که در جماعت مسلمان ها اشتراک کنند. برادری پرسیدن انگشتی سبابه چی معنا دارد و چی حکم دارد و در کدام حالت بالا میکنی؟ انگشتی سبابه یعنی انگشتی که بعد از انگشتی بزرگت انگشتی است که در حالت نماز بالا کرده میشه. اکثر میشناسند سبابه به خاطری گفته میشه که در وقت یکم سببی مهم
این انگشت انسان بالا میکنه، حتی در تقریرها هم در یکم سببای دیگری انگشت بالا میکنه و حتی در نماز هم. انگشت سبابه را حکمش یعنی در نماز میسکی سنت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در تشهد اول یا آخر هر کدام که می نشستن دستای خود قبض میکردن و پنجه‌های خود بند میکردن و سبابه را بلند میکردن و به این اشاره میکردن. اشاره کرده دعا میکردن. دعا به این قسم که هر وقتی انسان دعا میکنه به طرفی بالا اشاره میکنه و این نشانه است که انسان اقرار میکنه که الله تعالی ذات عالی است و قدر و مرتبه الله تعالی بلند است. و این یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که به مجردی که در تشهد می نشستن و سبابه خدا بلند می کردن و نه قسمی بعضی ها که وقتی که در کلمه اشهد ان لا اله الا الله بیان فقط اینجا بلند میکنن و باز پایین میکنن. این کدام اساسی ندارد. آنچه که در احادیث ذکر است، احادیث صحیح، به مجردی نشستن در تشهدی اول باشه یا آخر، انگشت بالا میکنی و با او دعا میکنی. صرف برای اشهد الله، برای ازی خاص نیست. به همه دعاهایی که در تشهد است، در حالتی تشهد انسان بالا میگیره و همچنان دعا میکنه بی، یعنی اشاره میکنه به علو و بلندی و مرتبه الله تعالی. و یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم حکمش است که سنت است. برادری پرسیدن آیا روزه کفاره گناه می شود یا خیر؟ به نیت یزی روزه بگیرد که الله گناه های مرا دور کند و بخشش کند به غیر از رمضان. برادری محترم، روزه عام است در رمضان و غیر رمضان. یکی از اسبابی است که الله تعالی با سبب روزه گناه ها را می بخشد. در حدیثی که عام میآید رمضان یا غیر رمضان شامل میشه: من صام یوما فی سبیل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا. کسی یک روزی را روزه میگیرد، برای الله روزه میگیرد، الله تعالی به سبب این روزش چهره از زیر 70 سال از آتش، به اندازه 70 سال از آتش جهنم دور نگه می‌دارد. یعنی کنایه عزیز که روزه سبب میشه که الله تعالی گناههای از زیر ببخشه و ای به آتش جهنم نزدیک نشود. اما درباره رمضان احادیث خاص هم میآید که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی روزه ماه مبارک رمضان از روی ایمانداری و همچنان به نیت اجر روزه بگیرد، طلب اجر، در این صورت الله تعالی گناهان قبلی از ایرا همه را بخشش میکند. و در حدیث دیگری میآید که رمضان از رمضان تا رمضان دیگری گناه های انسان را از بین میبرد. پس روزه در عموم یکی از اسبابی است که گناه ها را محو میکند و همچنان انسان را متقی میسازد. در آیت سوره بقره الله تعالی میفرماید: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی روزه از اسبابی است که انسان برش تقوا میاره، انسان متقی میسازد، به الله نزدیک میکند. اما گناهان کبیره لازم است که انسان توبه کند. ای بر رمضان و غیر رمضان عده علما میگن بخشیده نمیشه، لازم است که انسان در این گناه ها توبه داشته باشد. و اما صغائر الله امید است که به وضو گرفتن، به نماز خواندن، به روزه گرفتن و غیره اعمالی بر دیگری الله تعالی ایرا محو کند. ان الحسنات یذهبن السیئات. نیکی ها بدی ها را از بین میبره و علما از آیت استدلال میکنه که البته مراد گناه های صغیره را، گناه های کبیره را انسان حتمی باید توبه کند. در این پرسیدن در مسجد داخل شدم وقتی نمازی فرضی بامداد است، در چنین صورتی ما ابتدا سنت بخوانم یا اینکه در نماز جماعت شرکت کنم و بعد از او سنت را بخوانم؟ برادر محترم، وقتی که فرض اقامت گفته شد برش دیگر هیچ نمازی نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند: اذا اقیمت الصلاه
فلا صلاة الا المکتوبه. وقتی که اقامت گفته شد برای نماز فرض، دیگر هیچ نمازی نیست به جز نمازی فرض. سنت را بعد از نماز فرض بخوانید، چی سنتی بامداد بوده باشه و چی سنتی دیگر نمازها. و رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند بعد از نمازی بامداد نماز نفلی نمی باشه، هیچ نماز دیگری با جز 2 رکعت نمازی بامداد، 2 رکعت سنت که اگر کسی قبل از فرض نخوانده باشه می تواند که بعد از فرض متصل 2 رکعت را ادا کند.